لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان عربی به روش نصرت. درس 27. اسمع المحادثة. ريم، شو رأيك نروح نشرب قهوة؟ آسفة ما بقدر، عندي اجتماع قريب الساعة 3 و2:30 هلأ. إيه إذا ممكن نتعشى سوا أنا وأنتي وجوزك الساعة 8. هي فكرة منيحة بمطعم أبو جورج. عظيم. اسمع المحادثة مرة تانية. ريم، شو رأيك نروح نشرب قهوة؟ آسفة ما بقدر، عندي اجتماع قريب الساعة 3 و2:30 هلأ. إيه إذا ممكن نتعشى سوا أنا وأنتي وجوزك الساعة 8. هي فكرة منيحة بمطعم أبو جورج. عظيم. حال شما یک زن آمریکایی هستید و دارید با همکار سوریه تان صحبت می کنید. بگویید شنبه صبح با دوستتان حال کارت بازی کردید. السبت بلعب شدة مع رفيقتي هالة. قول. ما در کافه کارت بازی می کنیم. منلعب شدة بالقهوة. منلعب. بگویید من فردا با او کارت بازی خواهم کرد. حألعب شدة معها بكرة. معها. حألعب شدة معها بكرة. از او بپرسید شما هم کارت بازی می کنید؟ وأنت تلعب شدة ما هيك؟ او میگوید بله من کارت بازی را دوست دارم. إيه بحب ألعب شدة. او میگوید من و همسرم. أنا ومرتي. گاهی شبها می توانیم در کافه کارت بازی کنیم. منقدر نلعب بالقهوة بالليل أحيانا. ولی شنبه نه. بس مو السبت. او از شما میپرسد میخواهید فردا شب با ما بازی کنید؟ بتحبي تلعبي معنا بكرة بالليل؟ معنا؟ قول. متاسفم فردا نمیتوانم کارت بازی کنم. آسفة بكرة ما بقدر ألعب شدة. من فردا جلسه دارم. عندي اجتماع بكرة. و جلسه ای دیگر در پنجشنبه. واجتماع تاني 3. او میگوید مهم نیست. ما بيهم. بعد پیشنهاد میدهد در این صورت میتوانیم چهارشنبه بازی کنیم؟ إذا نقدر نلعب الأربعة؟ قول. بله با کمال میل. ايه على عيني. چگونه به او میگویید من با شما و همسرتان کارت بازی میکنم؟ حألعب شدة معك ومع مرتك. من با او چهارشنبه در کافه کارت بازی میکنم. حألعب شدة معها 4 بالقهوة. معها. حال از او بپرسید تنیس بازی میکند؟ بتلعب تنس؟ او میگوید نه هرگز. من هرگز تنیس بازی نمیکنم. لا ما بلعب تنس أبدا. سأل. واقعا؟ عن جد؟ او میگوید درست است. خیلی اینجا تنیس بازی نمی کنند.
صح، ما بيلعبوا تنس كتير هون. به او بگویید من دیروز کارت بازی کردم. لعبت شدة امبارح؟ با مروان و هاله. مع مروان وهالة. من در خانه آنها کارت بازی کردم. لعبت شدة عندن. او میگوید آنها هر دو خوب کارت بازی می کنند. الاثنين بيلعبوا منيح كتير. حال او میپرسد آیا هاله بهتر از مروان کارت بازی می کند؟ هالة بتلعب أحسن من مروان؟ به او بگویید نمیدانم ولی مروان خیلی بازی می کند. ما بعرف بس بيلعب كتير. او موافقت می کند و دوستانه می گوید بله ولی هاله خیلی خوب بازی می کند. صح، وهي بتلعب منيح كتير. در اشاره به خود و شوهرتان چگونه می گویید ما بیشتر در خانه آنها کارت بازی می کنیم؟ عادة نلعب شدة معهم عندن. همکارتان چگونه می گوید که آن دو هر دو خوب بازی می کنند؟ الاثنين بيلعبوا منيح كتير. قول. درست است. هاله بهتر از من کارت بازی می کند. صح، هالة بتلعب شدة أحسن مني. همکار شما میپرسد همسرتان چطور؟ او هم خوب بازی می کند؟ وجوزك بيلعب منيح كمان؟ به او بگویید بله او هم بهتر از من بازی می کند. ايه بيلعب شدة أحسن مني كمان. ولی مهم نیست. بس ما بهم. من چهارشنبه با شما و همسرتان کارت بازی خواهم کرد. حألعب شدة معك ومع مرتك الأربعة. من با او چهارشنبه در کافه کارت بازی خواهم کرد. حألعب شدة معها الأربعة بالقهوة. معها. قول. با کمال میل. على عيني. حال روز دیگری است و دارید با همکار سوریه‌ای تان صحبت می کنید. او چگونه می گوید کی برای سفر خواهید رفت؟ امتى حتمشي لحلب؟ امتى حتمشي لحلب؟ به او بگویید به زودی من امشب می روم. عن قريب حأمشي اليوم بالليل. هلأ قول. من آنجا خیلی کار دارم. عندي شغل كتير هنيك. من دوشنبه جلسه دارم. عندي اجتماع التنين. و یکی دیگر پنجشنبه صبح. وواحد تاني التلاتة الصبح. چگونه میگویید در حمص پنجشنبه صبح یک جلسه دیگر دارید؟ عندي اجتماع تاني للأربعة بحمص. چگونه میگویید پس تا پنجشنبه باز نخواهید گشت؟
لذلك ما حأرجع للخميس. حأرجع. او چگونه از شما میپرسد کی باز خواهید گشت؟ امتى حترجعي؟ حترجعي؟ قول من پنجشنبه شب برمیگردم. حأرجع الخميس بالليل. او چگونه از شما میپرسد می توانید چهارشنبه بازگردید؟ تقدري ترجعي الأربعاء؟ یک فیلم خوب چهارشنبه شب وجود دارد. في فيلم منيح الأروع بالليل. او میگوید من قبلا آن را دیدم. شفته قبل. ولی میخواهم دوباره آن را ببینم. بس بحب شوفه مرة تانية. چگونه به دوستتان میگویید که شما هم میخواهید فیلم را ببینید؟ بحب شوف الفيلم كمان. او دوباره به شما میگوید که فیلم را دیده است ولی میخواهد دوباره آن را ببیند. شفته قبل بس بحب شوفه مرة تانية. چگونه میگویید آن را ندیده اید؟ ما شفته. ولی مهم نیست. بس ما بهم. بگویید دوشنبه در حلب یک جلسه دارید. عندي اجتماع التنين بحلب. اجتماع. و یک جلسه دیگر در پنجشنبه دارم. وعندي اجتماع تاني الثلاثة. چهارشنبه حلب را ترک خواهم گفت و به حمص میروم. الأربعة حأمشي من حلب وحروح لحمص. قول پس تا پنجشنبه شب باز نخواهم گشت. لذلك ما برجع للخميس بالليل. خیلی بد شد. يا خسارة. بعد از مسافرت میخواهید فیلم را ببینید. بگویید بله من میخواهم فیلم را ببینم. ايه بدي شوف الفيلم. قول من آن را ندیدم. ما شفته. و میخواهم به زودی آن را ببینم. وبدي شوفه عن قريب. حال او به شما میگوید اگر پنجشنبه بازگردید. إذا حترجعي الخميس. میخواهید جمعه شب به خانه ما بیایید؟ بتحبي تجي لعنا الجمعة بالليل؟ او شما و شوهرتان را به کارت بازی دعوت می کند و می گوید ساعت 7:45. الساعة 8 إلا ربع. او به شما می گوید شوهر شما بهتر از من بازی می کند. جوزك بيلعب أحسن مني. ولی این مهم نیست. بس ما بهم. او اضافه می کند شما هم خیلی خوب بازی می کنید. أنتي بتلعبي منيح كتير كمان. تصور کنید در کتاب فروشی هستید. واژه کتاب را به یاد دارید؟ كتاب. بگویید این کتاب. هالكتاب. از فروشنده می پرسید این کتاب چند است؟
بقديش هالكتاب؟ بقديش هالكتاب؟ او میگوید 400 پوند. اول لغت 100 را به یاد داشته باشید. 100 لیره. 100 چه لغتی یعنی 4؟ 4 حال او چگونه میگوید 400 پوند؟ 400 لیره. ب400 لیره. او میگوید این کتاب 400 پوند قیمت دارد. هالكتاب ب400 لیره. می توانید حدس بزنید چگونه میگوید 300 پوند. 300 لیره. به او بگویید میخواهم این کتاب را برای دخترم بخرم. بدي اشتري هالكتاب لبنتي. بگویید یک کتاب دیگر. كتاب تاني. كتاب تاني. هلأ قول. یکی دیگر. واحد تاني. واحد تاني. و شاید یکی دیگر برای پسرم. وممكن واحد تاني لابني. من یک کتاب خوب برای پسرم دیدم. شفت كتاب حلو لابني. فروشنده میگوید قیمت این کتاب 300 پوند است. هالكتاب ب300 لیره. این گونه میگویید این کتاب ها. اسمع أعيد. هالكتب. كتب. هالكتب. من این کتاب ها را برای بچه هایم میخواهم. بدي هالكتب للولاد. ولی متاسفانه بس آسفة. به یاد دارید چگونه بگویید با من؟ معي. این لغت یعنی کافی در اشاره به پول. اسمع أعيد. كافية. كافية. مصاري كافية. بگویید پول کافی همراه ندارم. کلا میگویید همراه پول کافی ندارم. ما معي مصاري كافية. ما معي مصاري كافية. دوباره بگویید پول کافی همراه ندارم. ما معي مصاري كافية. من میخواهم این کتاب را برای دخترم بخرم. بدي اشتري هالكتاب لبنتي. فروشنده میگوید قیمت این کتاب 400 پوند است. هالكتاب ب400 لیره. به او یادآور میشوید و یکی دیگر برای پسرم. واحد تاني لابني. بگویید این یکی 300 پوند قیمت دارد. هالواحد ب300 ليرة. به او بگویید باید کمی پول تغییر بدهم. این واژه یعنی تغییر. اسمع أعيد. اصرف. رف. اصرف. اصرف مصاري. بگویید باید مقداری پول را تغییر بدهم. مقداری مهم است. لازم اصرف مصاري. لازم اصرف مصاري.
بپرسید کجا می توانید بروید. وين بقدر روح؟ فروشنده میگوید یک بانک آنجا است. اسمع أعيد. في بنك هنيك. بنك. في بنك هنيك. كيف بتقول؟ یک بانک در خیابان عابد قرار دارد. بشارع العابد. في بنك بشارع العابد. في بنك بشارع العابد. قول. عالی است، من الان به بانک می روم. عظيم، رايحة على البنك هلأ. دوباره از او میپرسید این کتاب 400 پوند قیمت دارد؟ هالكتاب ب400 ليرة؟ و بپرسید این یکی 300 پوند قیمت دارد؟ وهالواحد ب300 ليرة؟ وهالواحد ب300 ليرة؟ او میگوید درست است، یک بانک در خیابان عابد وجود دارد. صح، في بنك بشارع العابد. قول. من پول کافی همراه ندارم. ما معي مصاري كافية. من میخواهم پولم را عوض کنم. بقدر أصرف مصاري. بقدر أصرف مصاري. این گونه میگویید همین الان. اسمع أعيد. حالا. لن. حالا. حالا. بگویید که می توانید همین الان واحد پولتان را تغییر دهید. بقدر أصرف المصاري حالا. بقدر أصرف المصاري حالا. قول. من به بانک می روم. رايحة على البنك. و به زودی باز می گردم. وحأرجع عن قريب. حأرجع عن قريب. هلأ قول. من می خواهم این کتاب ها را بخرم. بدي اشتري هالكتب. كتب. ولی اول باید کمی پول عوض کنم. بس أول لازم أصرف مصاري. أصرف. من همین الان می روم. حأمشي حالا. حأمشي حالا. پس به زودی باز می گردم. لذلك حأرجع حالا. صاحب فروشگاه به شما می گوید که می توانید فردا بازگردید. بس بتقدري ترجعي بكرة. تقدري ترجعي. اگر می خواهید. إذا بدك. قول. متشکرم ولی همین الان به آنجا می روم. شكرا، بس رايحة لهنيك حالا. أنا رايحة لهنيك حالا. من می خواهم به زودی کتاب ها را بخرم. بدي اشتري الكتب عن قريب. امروز دوشنبه است. اليوم الاثنين. اليوم الاثنين.
ما هفته بعد به آمریکا مسافرت خواهیم کرد. مسافرين لأمريكا الجمعة الجاية. او میگوید بسیار خوب، این کتاب‌ها برای شماست. طيب هالكتب إليك. حال در زمان نهار دارید با یکی از همکاران صحبت می‌کنید. بگویید یک کتاب خوب دیده اید. شفت كتاب حلو. به او بگویید کتابی که برای پسرم خریدم 300 پوند قیمت دارد. هالكتاب لابني ب300 ليرة. و یک کتاب دیگر برای دخترم دیدم. وشفت كتاب تاني لبنتي. كتاب تاني 400 پوند قیمت دارد. ب400 ليرة. من پول کافی همراه ندارم. ما معي مصاري كافية. ما معي مصاري كافية. پس الان باید به بانک بروم. لذلك هلأ لازم روح على البنك. من میخواهم پولم را تغییر بدهم. بدي أصرف مصاري. أصرف. او میپرسد کی میروید؟ همین الان؟ إمتى حتمشي؟ حالا؟ به او بگویید بله، همین الان میروم و به زودی باز میگردم. إيه حأمشي حالا وحأرجع عن قريب. او میگوید اصلا مهم نیست. ما بهم. من ساعت 2 جلسه دارم. عندي اجتماع الساعة 2. حال او میگوید که میخواهد به لاتاکیا برود. از او بپرسید کی میروید؟ إمتى حتمشي؟ پاسخ میدهد فردا صبح میروم. حأمشي بكرة الصبح. من آنجا جلسه دارم. عندي اجتماع هنيك. در چهارشنبه شب. 4 بالليل. و ادامه میدهد یک جلسه دیگر پنجشنبه صبح دارم. عندي واحد تاني الخميس الصبح. و یک جلسه دیگر در روز جمعه. واجتماع تاني الجمعة. به او بگویید من الان به بانک میروم. رايحة على البنك هلأ. من باید مقداری پول تغییر بدهم. لازم أصرف مصاري. و بعدا میخواهم چند کتاب بخرم. وبعدين بدي أشتري كتب. من یک کتاب خوب برای پسرم دیدم. شفت كتاب حلو لابني. ولی این کتاب 400 پوند قیمت دارد. بس هالكتاب ب400 ليرة. من پول کافی همراه ندارم. ما معي مصاري كافية. پس به بانک میروم تا مقداری پول تغییر دهم.
لذلك رايحة على البنك أصرف مصاري. پایان درس 27